چرا بعضی آدم‌های خوب گرفتار می‌شوند اما بعضی آدم‌های بد در رفاهند؟ این سوال خیلی است. آدم می‌بیند کسی که اهل ظلم نیست سختی می‌کشد، ولی کسی که حق دیگران را می‌خورد زندگی راحتی دارد. اما واقعیت این است که خدا دنیا را فقط جای پاداش و مجازات قرار نداده. دنیا محل آزمایش است. خوبی انسانها همیشه با راحتی سنجیده نمی شود و بدی بعضیها هم همیشه فوری مجازات نمی شود. گاهی سختی برای انسان خوب باعث رشد، آگاهی و قوی‌تر شدن او می شود و گاهی رفاه انسان بد فرصتی است که شاید برگردد و اگر بر نگردد حسابش باقی می ماند. پس رفاه نشانه رضایت خدا نیست و سختی هم نشانه بی‌عدالتی او نیست. اگر می‌خوای از سردرگمی‌ها عبور کنی و به یقین برسی، کانال از شبهه تا یقین رو دنبال کن.